إخوة سكن الفؤاد وبلسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، درس امروزه ما در نسبت شرط ششم است، الانقیاد، که این شرط یکی از شرط های کلمه توحید می باشه. کسی میگه لا اله الا الله، برای او لازم است که این شرط را رعایت کنه. انقیاد چرا میگن؟ انقیاد فروتنی و اجابت را میگن. یک امر وقتی که میاد، یک کس را امر میکنه، تا امر او را قبول میکنه، یعنی امر او را اجابت کرده. بعد هر امری که از جانب کلمه توحید، از جانب الله و رسولش میاد، باید ما قبول کنیم، او را عمل کنیم برو و ترک نکنیم او را. وقتی که انسان یک عمل را میکنه، او را تارک العمل نمیگن. مثل که یک شخصیت نماز میخونه، او را شخصیت نمازخوان میگن. اما زمانی که نماز را ترک میکنه، او تارک الصلات میگن. چرا؟ نماز را ترک کرد. ترک کننده نماز را ترک کرد، از این لحاظ را تارک الصلات گفتن. و هر کسی که این شرط را رعایت نمیکنه، اون عملهایی که کلمه توحید تقاضا میکنه برای عمل کردن، امر الهی را به جا آوردن و دست برداشتن، اونچه که الله و رسولش منع میکنه، وقتی که این را نمیکنه، این کلمه توحید براش فایده نمیتیه. لازم است که ما عمل کنیم با اونچه که کلمه توحید تقاضا میکنه، اونچه که الله و رسول از ما میخواه، و دست برداریم اونچه که الله و رسول از ما منع میکنه. باید ما ظاهرا عمل کنیم و همچنین قلبا، از قلب ما عمل کنیم، با زبان ما ظاهرا عمل کنیم و همچنین با اندام، با یعنی که عضو ما عمل کردن من ضرورت است. اینم با این معنا که اونچه که الله و رسولش امر میکنه او را اطاعت کردن، و اونچه که الله و رسولش منع میکنه از او دست برداشتن. همین انقیاد یعنی عمل کردن. نگاه کنید، عملها ایده از عملها است که انسان با انجام ندادنش از اسلام خارج میشه. مثلا یک کس نماز ترک کنه، تارک صلات در نزد جمهور علما چی است؟ کافر است. نگاه کنید، نماز یک عمل است. از این لحاظ لازم است که هر چیزی که الله و رسولش امر میکنه ما او را انجام بدیم، این شرط را رعایت کنیم. و انقیاد شرط از کلمه توحید، چون که الله متعال در سوره لقمان آیه 22 میفرماید: نستعیذ بالله و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و الی الله عاقبة الامور. و آن کسی که تسلیم میکنه چهرهش به طرف الله و اون نیکوکار است، محسن کار است، یعنی نیکوکار است، پس به تحقیق چنگ زده است با عروة الوثقی، یعنی با چی چنگ زده است؟ با توحید چنگ زده است. و الی الله عاقبة الامور، و به طرف الله است عاقبت تمام امرها، تمام کارها. یسلم وجهه الی الله، تسلیم کردن وجه خود به طرف الله، یعنی که عمل کنی با اون چیزی که الله و رسول امر میکنه و دست برداری از چیزی که الله و رسول منع میکنه. عمل کردن با اون چیزی که الله و رسول امر میکنه، نماز، روزه، زکات، حج، قربانی، دیگه اون چیزی که در آیات قرآن است و الله امر کرده است، کلمه توحید تقاضا میکنه، و دست برداشتن است که الله و رسولش منع میکنه. دیگه میگم که غیبت و زنا و دروغ و کفر و شرک و ردت و دیگه عملهایی که شریعت منع کرده که باید ما از اونها دست برداریم. لازم است برای ما انقیاد کنیم، عمل کنیم با اونچه که کلمه توحید تقاضا میکنه، اونچه کلمه توحید تقاضا میکنه. لازم است باید ما عمل کنیم. بدون عمل نمیشه کلمه برای ما و شما فایده نمیتیه. لازم است که ما و شما همیشه عمل داشته باشیم تا که الله به سبب این عمل ها ما و شما را داخل جنت کنه، محسن کار باشیم، نیکوکار باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.